سلام بچه ها، امروز مردیم با هم دیگه این چند تا خوراکی رو تست کنیم که این هم هست و بهشون از 1 تا 10 نمره بدیم و بگیم که آیا ارزش خرید دارن یا ندارن. راست قیمت هم آخر ویدیو گفتم بهت. خب اول از این شروع میکنیم. خب که اینا 2 تا ترمش رو دارم، یه دونه سیب یه دونه توت فرنگی که اینا یه آب نبات بهش میگن آب نبات دودزا. یعنی چه؟ یعنی وقتی که اینا میخوری ازش دود میاد بیرون. میتونیم هم توش آب بریزیم و به عنوان نوشیدنی استفاده کنیم. حالا بریم ببینیم. کمی که باید بچینم. این سر صدایی هم که میشنوید این بغل دارن بنایی میکنن. خب حالا اینو میخوریم. این اصلا طعم خیلی بدی هم داره. اوه بچه ها ببینید بریزیمش توی لیوان ببینید چی میشه. ببینید این فکر کنم آب شده، بعد دوباره گذاشتم توی یخچال سفت شده، بعد تیک شده. آبم میرسه توش. ببینید که آیا واقعا به آب میرسه تبدیل میشه یا نه. ببینید اینجوری پودریه. خیلی آب نمیریزم توش. اصلا شبیه آب نیست. ترسم. از 1 تا 10 بهش 1 میدم. اونم فقط برای آب نباتایی توش. خب حالا شاید طعم توت فرنگیش خوب باشه. بوی ژله توت فرنگی میده. این خیلی سفت شده فکر کنم بهش میبرمش که بریزمش بیرون.
اینا یه تیکه های آب نباتی توش داره، بعد پودرم پیدا مشخص نیست کار، ولی خب یه پودرایی هم داره. فکر کنم اینا که با نیش میکش تو دهنت، بعد اون حاکم میکنی پودراش میپاشه بیرون. فروشنده انداخته بهم. این طعمش خوبه، بجز اون پودره آب نباته توش خوبه. ولی اصلا دود نمیده. کردن توی پاچمون. به این از 1 تا 10 5 میدم، اونم به خاطر آب نباتش. ولی فقط یکم باید بذاریمش توی یخچال که اون آب نبات سفت بشه. خب حالا این آب نبات ترش رو امتحان کنیم که به گفته خود فروشنده ترش ترین آب نباته. مارکش هم نمیتونم بخونم چی نوشته، باتش کنیم ببینیم. ببینید چی شد. مشخص نیست. این شکلیه، همین این شکلیه. چند تا توش داره؟ 2 4 7 تا توش داره اصلا کلا. خب گفته که این ترش ترین آب نباتیه که داره. این امتحانش بکنیم واقعا ترشه یا نه. بوی شیرینی میده. خیلی ترش نیست. چرا خیلی ترشه؟ بچه آب نباتش خب اینجوری که میگه ترش نیست. خب اینجا این دورش تقریبا میشه گفت شیرینه که یکم ترش ترش شه. بعد اینجا این وسط یه ماده ترشی داره که وقتی که میخوریش یه کمی میمکیش اون ماده میاد بیرون و اون ترشه، اگر خیلی ترش نیستش. و حالا بریم این اسمارتی از برند تینتل را تست کنیم ببینیمش چه شکلیه. او همش صورتیه، اشکال نداره. ببینیم اینا مشخصه یا نه. ولی خب ببینیمش تست کنیم. خیلی شیرینه. ببینیم هم شکلات وسط شیریه. شکلات شیریه، طعم خوبی داره شکلاتش، فقط یکم شیرینه خیلی. به نظر یه چیزی به آب نبات یادمون رفت نمره بدیم. به این 7 از 10 میدم.
به این 5 از 10 چون که خیلی شیرینه. قیمت هم که بخوام بهتون بگم، این آب نباتو 98,000 تومان خریدم. اینو چند بود؟ 75 تومان خریدم. و این آب نباتایی که ادعا داشت دودزار رو 95 خریدم. نه ببخشید 85 خریدم که خب به نظرم اصلا نمیارزید، ولی خب برای امتحانش میارزید که بخرید. آیا ارزش خرید داره یا نه؟ به نظرم اگه خواستین بخرین فقط همین اینو بخرین، اوناش اصلا طعم خوبی نداشتن. و اینکه برام توی کامنت ها بنویسید شما طعم ترش رو بیشتر دوست دارین یا شیرین. حتما میخونم، لایک یادت نره. مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدی.